سلام به روی ماهتون. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من مهراد آذری ام و شما به پادکست رادیو فلسفه گوش میکنید. خوش اومدیم به دومین اپیزود از پادکست رادیو فلسفه. بدون اتلاف وقت و اضافه گویی ترجیح میدم که بپردازم به قسمت اصلی کتاب و کتاب رو با هم دیگه پیش ببریم. یادتونه من اول قسمت قبل در اپیزود 1 چجوری کتاب براتون معرفی کردم که براتون هیجان انگیز بشه؟ یادتون میاد؟ گفتم که کاراکتر اصلی داستان، یعنی شخصیت کتاب، فردیه به نام مورسو. اینو نگفته بودم، البته الان بهتون معرفی میکنم. شخصیه به اسم مورسو که اجازه بدین اول کتاب براتون بخونم. کتاب رو اینجوری شروع میکنه. کتاب از زبان مورسو شروع میشه و راوی داستان شخصیت اصلی کتابه. مادرم امروز مرد، شاید هم دیروز، نمیدانم. تلگرامی به این مضمون از خانه سالمندان دریافت کردم. مادر درگذشت. تدفین فردا. همدردی عمیق. از تلگرام چیزی دستگیرم نشد. شاید این واقعه دیروز اتفاق افتاده باشد. متوجه بی‌تفاوتی در مدل صحبت مورسو میشید. میبینید چقدر بی اهمیت داره این تلگرام میخونه. مادرم امروز مرد. شایدم دیروز. براش فرقی نمیکنه که امروز مرده یا فردا. در نهایت کاری که انجام میده اینه که میره پیش رئیسش، 2 روز مرخصی میگیره و رئیسش هم با بیمیلی و اثر ناچاری تمام این 2 روز مرخصی رو بهش میده. بعد مورسو برمیگرده به رئیسش که با بیمیلی این مرخصی رو بهش میده، برمیگرده میگه که تقصیر من نیستا، تقصیر من نیست که مرد مادرم. یعنی نگران دیدگاه رئیسشه بیشتر تا اینکه اونقدر بخواد تو حال هوای خودش نباشه. کاملا نگاه متفاوتی داره نسبت به عموم مردم، چون تو اون لحظه معمولا یک کسی وقتی مادرش رو از دست داده دیگه به این فکر نمیکنه که رئیس من الان نگران چیه، میگه بابا مرخصی رو بده بریم. ولی مورسو بعد از شنیدن همچین خبری چقدر بر ریلکس باشه که به فکر ناراحتی رئیسش باشه و برگرده بگه ببخشید تقصیر من که نیست، مثلا شده دیگه، حالا میرم 2 روز زود برمیگردم، یه همچین حالتی. خلاصه بعد از گرفتن 2 روز مرخصی بلیط اتوبوس میخره برای مقصد شهری که 80 کیلومتر از الجزیره، شهری که خودش در اون زندگی میکنه، فاصله داره. اما قبل از حرکت توی یه رستوران نشسته، داره غذاشو میخوره. کسایی که تو رستورانن بهش تسلیت میگن، اما مورسو داره به این فکر میکنه که باید از دوستشون کروات مشکیه که چند هفته قبل توی فوت عموش بسته بوده رو بگیره و تو مراسم فوت مادرش اونو ببنده. ببینید کتاب از این جزئیات و ریزکاری ها خیلی داره، ولی اگر بخوایم به تک تکشون بپردازیم اپیزودهای زیادی رو میطلبه دیگه، حداقل 11-12 اپیزود رو میطلبه. من ترجیح میدم که توی 4-5 اپیزود، حالا باز باید ببینیم چجوری میشه این کتاب بگنجونیم. خلاصه در حین این که نشسته غذاشو میخوره و بهش تسلیت میگن، به این موضوع داره فکر میکنه که بره اون کراوات رو بگیره. و در نهایت بریم جلوتر، با عجله خودش رو به اتوبوس میرسونه و اتوبوس حرکت میکنه به سمت شهری که خونه سالمندان در اون قرار داره. ما به عنوان مخاطب منتظریم ببینیم که مورسو کی واکنش و ریاکشن نشون میده به فوت مادرش. یعنی تلگرام براش اومد، با نهایت بی‌تفاوتی اونو خوند. اصلا انگار که مورسو توی رگاش به جای خون یخ جریان داره. اون از تلگراف، بعد قضیه رئیسش که برگشت گفتش تقصیر من که نیست، مادرم مرده.
بعد خودش هم ناراحت شد که چرا این جمله رو گفتم. بعد توی رستوران که موقع تسلیت شنیدن داشت به گرفتن کراوات فکر میکرد. توی اتوبوس هم که کل راهو گرفت خوابید. تازه اینم بهتون نگفتم که با عجله خودش هم به اتوبوس رسوند. یعنی داشت از اتوبوس حتی جا میموند. و حالا بعد از طی کردن یه مسیر طولانی نزدیکای غروب رسیده به خانه سالمندان و میخواد که جسد مادرشو ببینه. قبل از اینکه توضیحی بدیم راجع به اینکه مرسو رسید به خانه سالمندان و چه اتفاقی افتاد، بهتون بگم که بعضی از جاهای کتاب رو دوست دارم از روی متنش براتون بخونم، چون احساس میکنم که اینجوری حق مطلب بهتر ادا میشه و این یکی از همون جاهاست که دوست دارم از روی متن براتون بخونم. خیلی هم توضیح دادیم، یه ذره جفا شد در حق متن خود کتاب. از جایی براتون میخونم که مرسو رسیده به تابوت مادرش و وارد اتاق شده. نزدیک تابوت زن پرستار عربی بود که روپوش سفید بر تن داشت و لچکی با رنگی تند به سر بسته بود. در این هنگام دربان پشت سر من داخل شد. پیدا بود که دویده است. کمی لکنت داشت. گفت سر تابوت را بستند، ولی برای اینکه شما بتوانید جسد را ببینید باید میخها را بکشم. به تابوت نزدیک شده بود که نگهش داشتم. به من گفت نمیخواهید؟ جواب دادم نه. یکه خورد و من ناراحت شدم. زیرا حس کردم که نبایستی همچین حرفی میزدم. پس از لحظه‌ای به من نگاه کرد و به هیچ سرزنشی مثل اینکه خبر میخواهد بگیرد پرسید برای چی؟ گفتم نمیدانم. آنگاه در حالی که سیبیل سفیدش را میتابید بیان که به من نگاه کند گفت میفهمم. چشمانی زیبا به رنگ آبی روشن داشت و رنگ پوستش کمی قرمز بود. صندلی به من داد و خودش به فاصله کمی پشت سرم نشست. زن پرستار بلند شد و به طرف در رفت. در این لحظه دربان به من گفت این زن خوره دارد. ببینید حالتی که به وجود اومده، یه مقدار دربان براش انگار صحنه عجیب تر از مرسوه. میخواد در تابوت هم باز کنه مادرشو ببینه، بعد مرسو میگه که نه این کارو نکن. بعد دربونه یهو به خودش میاد، انگار متوجه میشه که شاید از سر مثلا ناراحتی نمیخواد این کارو بکنه مرسو. ما هم نمیدونیم هنوز که به چه دلیلی نمیخواد این کارو بکنه و جلوی دربانو میگیره. دربان میگه که چشمای آبی زیبایی داشت، پوستش به قرمزی میزد. شاید به خاطر اینه که نمیخوای ببینیش که تصویر مادرت در ذهنت خراب نشه. بعد از اون دربان بهش میگه که دوستان مادرتون قراره بیان به اینجا و شب رو در اینجا بمونن. این رسم اینجاست. من باید بروم و صندلی و قهوه سیاه تهیه کنم. از او پرسیدم که آیا میشود یکی از چراغ‌ها رو خاموش کرد؟ درخشش نور روی دیوار سفید خسته‌ام میکرد. به من گفت که این کار ممکن نیست. اینطور سیم کشی شده است. یا همه چراغ‌ها یا هیچ کدام. دیگر من به او توجهی نداشتم. او خارج شد و برگشت. صندلی‌ها را جا داد. روی یکی از صندلی‌ها فنجان‌ها را دور یک قهوه جوش گذاشت. بعد روبروی من طرف دیگر مادرم نشست. اتفاقی که میفته اینه که دوستان مادرش میان و اونا میخوان که شب رو کنار جسد دوستشون بگذرونن. ظاهرا رسم اونجا اینجوری بوده و مرسو هم که همونجا نشسته و از اونجایی که کاری نداره انجام بده اینا رو زیر نظر میگیره. آنان را چنان میدیدم که تاکنون هیچ کس را ندیدم. هیچ کس از جزئیات صورتها و لباسهایشان از نظرم نمی گریخت. با وجود این صدایی از آنها نمی شنیدم و واقعیت آنها را به زحمت می توانستم باور کنم. تقریبا همه زنها پیشبند بسته بودند، با بندی که تنگ بدنشان را می فشرد و شکم پایین افتادهشان را بیشتر نمایان می ساخت.
تا آن وقت هرگز درک نکرده بودم که پیرزنان تا چه حد میتوانند شکم داشته باشند. مردها تقریبا همه بسیار لاغر بودند و عصا به دست داشتند. چیزی که در قیافه آنها مرا به خود جلب می‌کرد این بود که چشمهایشان را نمی‌دیدم. فقط روشنایی ماتی بود که از وسط حفره‌ای از چروک به نظر می‌رسید. میگذره اینا اینجا میمونن تا صبح و مرسو بسیار خسته میشه و از وضع جسمانیش خیلی شکایت داره، با اینکه تمام دیروز که تو راه بوده رو تو اتوبوس خوابیده، اما بازم خیلی خسته است. از گرما تو روز تدفین شکایت داره، از اینکه خوابش میاد و خسته شده شکایت داره و در نهایت وارد مراسم تدفین مادرش میشه. توی مراسم تدفین مادرش نکته‌ای که خیلی مورد اهمیته اینه که مرسا جوری ظاهر میشه که انگار غریبه است و اصلا براش اهمیتی نداره که مادرش داره تدفین و خاک سپاری میشه. جوری رفتار میکنه که انگار به عنوان یک فرد ناظر بیرونی داره تماشا میکنه مراسم خاک سپاری مادرشو و اهمیتی براش نداره این موضوع، مثل همه موضوعات دیگه که براش اهمیتی نداشته. و در پایان قسمت اول داره به این موضوع فکر میکنه که بعد از اینکه خاک سپاری تموم شده، مرسو به این فکر میکنه که من الان میتونم برم 12 ساعت تمام تو اتوبوس بگیرم، بخوابم، استراحت کنم و در نهایت چشم باز کنم و روشنی های الجزیره رو ببینم. تا همین جای کار تعریفی که آلبر کامو از شخصیت اصلی کتاب برای ما میسازه و ارائه میده تماما مفهوم اسم کتابش رو داره بازگو میکنه. کاملا مشخصه که بیگانه‌ای که روی این کتاب اسم گذاشته به چه معناست. از همون اول یه بار تمام موضوعایی که توی کتاب پیش اومده رو توی ذهنتون مرور کنید. تمام موضوعایی که پیش اومده از همون اولی که خبر فوتو میشنوه، برخورد با رئیسش، تسلیت توی رستوران و فکر این که بره کراواتو بگیره، خوابیدن توی اتوبوس هر دو بار، چه موقع رفت چه موقع برگشت، برخوردش و نگاهش نسبت به دیدن تابوت مادرش که نمیخواد اونو باز کنه، قهوه خوردن در کنار جسد مادرش. اینو فکر کنم بهتون نگفته بودم، قهوه میخوره اونجا و سیگارم میکشه میخواد که سیگار بکشه اونجا، ولی از اونجایی که با اون دربان دوست شده میره دم دربان میسه سیگار میکشه، در کنار جسد مادرش سیگار رو نمیکشه. و مراسم تدفین، اتفاقایی که اونجا میفته، بی تفاوتیش نسبت به مراسم تدفین و در نهایت برگشتش، همه اینا بیگانه رو به ما نشون میدن. دوست دارم به این موضوع هم فکر کنین که اگر با یه همچین شخصیتی روبرو بشین چه ریاکشنی نسبت بهش دارین، چه حرفی دارین که بهش بزنین. یه ذره به این موضوع فکر کنین. حالا که به این موضوع فکر کردیم و احتمالاً یه جنگ و دعوایی هم با آقای مرسا تو ذهنمون راه انداختیم، حالا کتابو از اول بهش فکر کنیم و بست بدیم به موضوع جهانبینی آقای کامو. یعنی بست بدیم کتابو به موضوع ابسوردیسم. یادتونه که بهتون گفتم در مکتب نیهیلیسم و ابسوردیسم و اگزیستانسیالیسم نگاهشون به مرگ به چه صورته؟ بهتون گفتم که اگزیستانسیالیسم و نیهیلیسم و ابسوردیسم، از قصد اینا رو تکرار میکنم، نگاهشون بر این اساسه که مرگ پایان همه چیزه و دیگر بعد از مرگ چیزی وجود نداره. خب وقتی که این نگاه به مرگ وجود داره، معلومه که
مرسوی ابسوردیست هم نگاهش به مرگ مادرش انقدر بی تفاوت و بی اهمیته. این ویژگی ها نشانه هایی از فلسفه ابسوردیسمن. در دنیای مرسو همه چیز معنا باخته و هیچ چیزی واقعا مهم نیست. پدیده ها معنا باختن، معنای خودشون از دست دادن. مرسو به مرگ به عنوان یک واقعیتی نگاه میکنه که اصلا اهمیتی نداره. خودش هم قراره چند وقت دیگه، چند دهه دیگه، چند سال دیگه این اتفاق براش بیفته و کاملا پوچ و بی‌معناست. این دقیقاً تعریفیه که مقابل تعریف ادیانه. یعنی ادیان دقیقاً مقابل این تعریف رو ارائه میکنن. چی میگن؟ میگن که مرگ به عنوان یه سفره، به عنوان یه جاودانگی بیپایانه و یک چیزی تحت عنوان روح وجود داره. مفهوم روح یعنی این که مرگ پایان نیست و ادامه داره زندگی، و تازه این زندگی یک زندگی موقتیه. ادیان میگن که ما یک زندگی جاودانه در پیش داریم. درست مفهومی که ابزوردیسم در مقابلش قرار داره. قابل درک هست براتون؟ خیلی به نظرم ساده شد مفهوم ابزوردیسم، چون آگاهی ما از ادیان بالاست طبق فرهنگمون و دانسته های دینیمون، و اینو بدونیم که ابزوردیسم که کاملا معنا باخته است، دین در مقابلش سعی میکنه به پدیده ها معنا بده، به مرگ معنا بده. و وقتی که این اتفاق میفته، دین معنا میده، اون موقع است که تازه پدیده ها معنی پیدا میکنن. یعنی اون موقع است که خاک سپاری دیگه آدابی داره. اون موقع است که شنیدن خبر فوت تعجب برانگیزتر میشه. این فکر میاد وسط که این انسان چه جور انسانی بوده در زندگیش که حالا فرض کنید پاداش و کیفر اعمالش رو باید ببینه. البته این موضوع هم بهتون بگم که اگزیستانسیالیسم به مفهوم مرگ خیلی پرداخته و مرگ رو یک پدیده خیلی ترسناک میدونه در ناخودآگاه ما. این گوشه ذهنتون باشه. یه نکته هم این وسط تو پرانتز بگم، اینم خیلی مهمه. ما اصلاً قصد نداریم که بگیم این موضوع بهتره یا اون موضوع بدتره. پدیده ها معنا داشته باشن بهتره یا بی معنا باشن، اونو بعداً خودتون باید انتخاب کنید. ما اینجا فقط مثل این محقق یه موضوع رو میاریم وسط، راجبش بحث میکنیم، یه نویسنده رو میشناسیم، جهانبینیش رو میشناسیم و الان داریم راجب آلبر کامو صحبت میکنیم. این یه نکته. و نکته دوم اینه که ما زمانی که داریم راجب ابزوردیسم صحبت میکنیم، الان داریم ابزوردیسمی رو بررسی میکنیم که کامو بهش باور داره و کامو قطعاً چاشنی‌های خودش هم به ابزوردیسم اضافه کرده. یعنی این الان قالب ابزوردیسم خالص نیست، ابزوردیسمیه که از فیلتر آقای کامو هم رد شده. یه نکته دیگر رو بهتون بگم. ببینید این قسمتی که الان پشت سر گذاشتیم از کتاب جوری بود که نویسنده سعی کرد به ما جهانبینی یک فرد ابزوردیست که مرسو و شخصیت اصلی کتابش باشه رو نسبت به موضوع مرگ، موضوع تدفین، موضوع رویارویی با مرگ عزیزان نشون بده. در قسمت بعد کاراکتر رسیده به شهر خودش، اونجا داره زندگی میکنه. روز اولی که رسیده بعد از این واقعه به شهر خودش و فرداش که از خواب بیدار میشه، ریش خودشو میتراشه و به این فکر میکنه که چه خوب که این تایم مرخصی گرفتم، و به این فکر میکنه که چرا رئیسش نمیخواست و با اکراه بهش مرخصی داد، چون مرخصیش خورده به آخر هفته و 2 روزش تبدیل شده به 4 روز. من خودم که داشتم اینجای کتاب میخوندم یه ذره که چه عرض کنم، شاخام زد بیرون. کاری که میکنه و میخواد از این مرخصی استفاده کنه اینه که تصمیم میگیره بره به استخر و یه تنی به آب بزنه. اونجا یه دختری رو میبینه تو آب داره شنا میکنه، یکی از آشناهاشه، یکی از همکاراشه، و یه ذره شروع میکنه
با این دختره حرف زدن و دلبری کردن و خلاصه 1 روز بعد از فوت مادرش وارد رابطه میشه. این اپیزودو بهتره که همینجا پایان ببریم که طولانی هم خیلی نشه، ولی در اپیزود بعدی این موضوع رو ادامه میدیم که نگاه این کاراکتر آقای آلبر کامو به موضوعهای زندگی حالا چیه بعد از مرگ. مواظب خودتون باشین عزیزای دلم. شما رو به خدا میسپارم و خدا نگهدارتون.